فیودروف که تحت رهبری او استفاده درون یا پهپادها در جنگ با روسیه بسیار وسعت گرفت، روز 15 ایول تصریح کرد که از مقامش سبکدو شده است. در زمان فعالیت کوتاه میخائیل فیودروف، پهپادها به اوکراین کمک کردند که از پیشروی جدی نیروهای روسیه در جنگ جلوگیری کنند. رسانه‌های اوکراینی پیشتر نوشته بودند که شاید میخائیل فیودروف با دلیل اختلاف نظر با دیگر اعضای حکومت در مسئله خراجات نظامی برکنار شود. ولادیمیر زلنسکی روز 12 ایول از آغاز تغییرات کادری در حکومت خبر داده گفت که این دگرگونی برای اجرای استراتژی نوی سیاسی ضرور است. وی افزود هدف از تغییرات کادری نوسازی دیوان وزیران است و مسئولیت سمت‌های مهم سیاست خارجی بر دوش افرادی با تجربه واگذار خواهد شد. پیشتر از این زلنسکی نامزدی سرگئی کارتسکی رئیس شرکت نفت و گاز، بزرگترین شرکت دولتی نفت و گاز کشور را به مقام سروزیر آینده پیشنهاد کرد. میخائیل فیودروف ماه ژانویه امسال وزیر دفاع اوکراین تعیین شده بود. هرچند نداشتن سابقه نظامی او باعث بعضی ناراضگی‌ها در میان نظامیان کسبی اوکراین شد، ولی تعیینات او زمینه را برای استحصال زیاد و استفاده پهپادها در جنگ فراهم آورد. هفته‌های گذشته اوکراین با استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین به یک چند هدف در عمق قلمرو روسیه ضربه زد. حمله‌ها به انشاءات انرژتیکی روسیه باعث به نارسایی مواد سوخت در این کشور شد.